همراهان عزیز، به شب قصه خوش اومدید. تو این ویدیو به سراغ یکی از افسانه‌های محلی میریم که محتوای شیرینی داره. پس بهتون پیشنهاد میکنم تا انتها با ما همراه باشید. من ترنم هستم از کانال شب قصه. بدون معطلی بریم سراغ قصه‌مون. روزی بود و روزگاری، درویشی بود که در شهری زندگی می کرد. روزی تصمیم گرفت تا به شهر دیگر سفر کند. در بین راه به سنگی برخورد که رویش نوشته بود: درویش نرو که امروز عمر تو تمام است. درویش نیز از رفتن به شهر منصرف شد و به خانه برگشت. بعد از چند ساعت فوت کرد. از قضا او فقط 3 دختر داشت و کسی را نداشت تا او را کفن و دفن کند. این خبر به گوش پادشاه رسید که ای پادشاه، درویش مرده و کسی نیست تا او را دفن کند. شاه به مأمورانش دستور داد: بروید او را کفن و دفن کنید و از دخترانش سؤال کنید که هر کدام چه هنری دارند. مأموران دستور شاه را اطاعت کردند و رفتند آن درویش را کفن و دفن کردند. بعد به خانه درویش رفتند. یکی از مأمورها از دختر بزرگ سؤال کرد: تو چه هنری داری؟ دختر گفت: من می توانم قالی ببافم که اگر شاه و لشکرش روی آن بنشینند باز هم گوشه ای از قالی اضافه بیاید. از دختر وسطی سؤال کردند: تو چه هنری داری؟ دختر وسطی گفت: من می توانم درون تخم مرغی پلو بپزم که اگر شاه، وزیر و کارکنان شاه از آن بخورند باز هم نیمی از غذا باقی بماند. نوبت به دختر سومی رسید. از دختر سومی سؤال کردند: شما چه هنری دارید؟ او گفت: هر کسی با من ازدواج کند من 2 قلو زایمان می کنم. یکی دختر به نام زرین گیسو و یکی هم پسر به نام زرین کاکل. پادشاه 40 زن داشت و از آنها فرزندی نداشت. تصمیم گرفت به خاطر بچه ها با دختر آخری درویش ازدواج کند. وقتی با دختر ازدواج کرد، بعد از مدتی دختر باردار شد. زنان پادشاه حسودی کردند و با خود گفتند: اگر او بچه‌ای به دنیا بیاورد شاه همه ما را طلاق خواهد داد. پس چه بهتر است کاری کنیم تا او نیز مثل ما از چشم پادشاه بیفتد. آن وقت پیش قابله‌ای رفتند و به او گفتند: اگر تو بتوانی کاری کنی که وقت زایمان آن زن بچه‌هایش را از او دور کنند، ما انعام خوبی به تو می‌دهیم. پیرزن قابله قبول کرد. موقع زایمان که شد، قابله پیر با توله سگی از راه رسید. وقتی زن شاه زایمان کرد، آن پیرزن فوراً توله سگ را توی تشت گذاشت و آن 2 بچه زیبا را در جعبه‌ای قرار داد و به رودخانه‌ای انداخت. زن شاه هم چون حالش خیلی بد بود اصلاً متوجه نشد که چه اتفاقی افتاده است. وقتی خبر توله آوردن همسر شاه به گوش پادشاه رسید بسیار ناراحت شد. به وزیرش دستور داد تا او را بگیرند و زندانی کنند و هر صبح و ظهر و شب فقط مقدار کمی نان خشک به او بدهند تا دیگر به کسی دروغ نگوید. قابله هم بسیار خوشحال شد. انعامش را از زنان پادشاه گرفت و پی زندگیش رفت. جایی دیگر صیادی درون رودخانه‌ای مشغول صید ماهی بود که ناگاه چشمش به جعبه‌ای افتاد که آب آن را با خود می آورد. صیاد تور ماهیگیریش را انداخت و آن جعبه را از آب گرفت. به خانه برد و به زنش گفت: امروز ماهی صید نکردم، اما در عوض جعبه‌ای از آب گرفتم. بعد در جعبه را باز کرد. دید 2 کودک زیبا به نامهای زرین گیسو و زرین کاکل در آن هستند. با خود گفت: خدایا، من خودم گرفتار بودم. خرج اینها را کی باید بکشد؟
بچه به امر خداوند به حرف آمد و گفت: پدر، قصه نخور، هرچه میخواهی من به تو میدهم. آنها شب میخوابیدند. صبح که پیرمرد از خواب بلند میشد، میدید چند عدد طلا بالای بالش زرین گیسو است. به این ترتیب آن مرد صیاد توانست با آن سکه ها بچه ها را بزرگ کند و به مدرسه بفرستد. وضع زندگیشان هم بسیار خوب شد تا اینکه خبر به گوش قابله رسید. قابله راه افتاد و به خانه پیرمرد آمد. چیزهایی از او پرسید و فهمید که بچه ها همان نوزادانی هستند که خودش روزی به آب انداخته بود. حالا که زرین کاکل بزرگ شده بود و از طرفی عاشق دختری به نام چهلگیسو شده بود، پیرزن پیش چهلگیسو رفت و گفت: وقتی زرین کاکل به دیدار تو می آید و از تو درخواست ازدواج می کند، تو بگو من خواسته هایی دارم، اگر توانستی آنها را برآورده کنی آن وقت همسر تو خواهم شد. سپس 5 خواسته را به او یاد داد و رفت. همراهان عزیز، اگه تا اینجا از قصه خوشتون اومده، فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. وقتی زرین کاکل پیش چهلگیسو آمد و از او خواستگاری کرد، چهلگیسو گفت: در باغی 5 چیز است، تو باید آنها را برایم فراهم کنی تا ببینم لایق من هستی یا نه. زرین کاکل گفت: آنها چیست؟ چهلگیسو گفت: تو باید سیب سیبان، انار خندان، آسیاب زرین، مرغ سخنگو و کلاه زرین را برایم فراهم کنی. زرین کاکل گفت: بسیار خوب، من همکنون میروم و آنها را برایت فراهم میسازم. سپس زرین کاکل به طرف باغی رفت که همه خواسته های چهلگیسو در آن باغ بود و 40 دیو نیز در آن زندگی می کردند و هیچ کس تا کنون نتوانسته بود حتی یکی از آن خواسته های چهلگیسو را فراهم کند و برایش ببرد. زرین کاکل رفت تا به باغ رسید، اما هر کاری کرد موفق نشد، تا اینکه روزی دختر پریان به او برخورد کرد و پرسید: تو چه کار میکنی؟ زرین کاکل گفت: من عاشق چهلگیسو خانوم شدم. او 5 خواسته دارد، اما من نمیتوانم آنها را پیدا کنم. دختر پریان گفت: من به تو کمک میکنم، ولی یک شرط دارد که تو باید با من ازدواج کنی. زرین کاکل قبول کرد که با او ازدواج کند. سپس دختر پریان به او گفت: ابتدا به باغی میرسی که دروازه‌ای دارد و درهایش یکی باز و دیگری بسته است. آن که باز است میبندی و آن که بسته است باز میکنی و بعد به راه خودت ادامه میدهی تا به پلی میرسی که یک سر پل توی آب افتاده و سر دیگر روی زمین قرار دارد. آن که درون آب افتاده روی خشکی میگذاری و آن که بالاست توی آب قرار میدهی و بعد به راهت ادامه میدهی تا اینکه به سگ و الاغی میرسی که آنجا خوابیده اند. پیش سگ علف است و پیش الاغ استخوان. علف را برای الاغ میگذاری و استخوان را جلوی سگ و بعد که کمی جلوتر رفتی میبینی سیب سیبان، انار خندان، آسیاب زرین، مرغ سخنگو و کلاه زرین با 40 دیو آنجاست. اگر میخواهی سیب سیبان بچینی با چوب بچین، وقتی که افتاد آن را با دست بردار. بعد انار خندان را نیز با چوب بچین، وقتی که افتاد بردار. تو همان باغ چاهی است که مرغ سخنگو هر روز صبح زود از چاه بیرون می آید، ولی گرمای او به قدری زیاد است که تحمل نمی توان کرد. اما تو باید تحمل کنی و آنقدر منتظر بمانی تا موقعی که مرغ سخنگو بالا بیاید.
وقتی بالا آمد تو بلا فاصله باید بپری و او را بگیری، وگرنه او تو را خواهد گرفت و 7 کوه و 7 دریا آن طرفتر پرت خواهد کرد. زرین کاکل راه افتاد، رفت ابتدا به باغ رسید. دید یکی از درهای دروازه باغ بسته و دیگری باز است. آن که بسته بود باز و آن که باز بود بست و سپس رفت تا این که به پلی رسید که یک سر پل توی آب بود و سر دیگرش روی خشکی. آن که توی آب بود روی خشکی گذاشت و آن که روی خشکی بود توی آب قرار داد و به راهش ادامه داد تا اینکه به الاغ و سگی رسید. پیش الاغ استخوان بود، پیش سگ علف را برداشت جلوی الاغ گذاشت و استخوان را از پیش الاغ برداشت جلوی سگ گذاشت و آن وقت به راهش ادامه داد تا اینکه رسید به چاهی که درون آن مرغ سخنگو بود. کنار چاه نشست و منتظر ماند. هرچه بیشتر می ماند گرمای بیشتری از چاه بیرون می آمد، اما او گرمای درون چاه را تحمل می کرد و انتظار می کشید تا اینکه از میان آن همه گرمای فراوان دید مرغی بیرون می آید. بلافاصله پرید، مرغ را گرفت. بعد کلاه زرین را از کنار 40 دیو برداشت، آسیاب زرین را نیز برداشت. بعد با چوب سیب سیبان و انار را چید و برداشت. بعد دیو میخواست با چوب سیب سیبان را از درخت بکند که سیب حرف آمد و گفت چید. دیو گفت چه کسی چید؟ سیب گفت چوب چید. دیو گفت خودت چوبی، چطوری چوب سیب را میچیند؟ دیو مشغول چیدن انار خندان شد. انار گفت چید. دیو گفت چه کسی چید؟ سیب گفت آدمیزاد آن را چید. دیوها از خواب بیدار شدند و آن وقت به زرین کاکل حمله کردند و گفتند آهای سگ، بگیرش. سگ گفت تو پیش من علف گذاشتی، اما او برایم استخوان گذاشت، چرا بگیرمش؟ به الاغ گفت لگد بزن. الاغ گفت تو برایم استخوان گذاشتی، اما او برایم علف گذاشت، چرا چنین کنم؟ به پل گفت بگیریدش. پل گفت من توی آب بودم، من را بالا گذاشت، چرا بگیرمش؟ سر دیگر پل هم گفت من بالا بودم، مرا پایین گذاشت، چرا بگیرمش؟ بالاخره زرین کاکل توانست از دست دیوها بگریزد و خود را به 40 گیسو برساند. سپس دختر پریان و 40 گیسو خانم همراه زرین کاکل به شهری رفتند که مادر زرین کاکل در آنجا زندانی بود. در آنجا خانه درست کردند. وقتی پیرزن قابله فهمید که زرین کاکل در آن شهر است، با خود گفت بروم ببینم به راستی زرین کاکل توانست آن همه چیزها را از باغ بیاورد. آن وقت به خانه زرین کاکل نزدیک شد و دید به راستی زرین کاکل مرغ سخنگو، سیب سیبان، انار خندان، کلاه زرین و آسیاب زرین را با خود آورده است. از این رو پیش پادشاه رفت و گفت پادشاها، شما اینقدر سلطنت کردید، چندین نفر را فرستادید به دنبال آن مرغ سخنگو، اما هیچ کدامشان برنگشتند. اکنون یک نفر پیدا شد که مرغ سخنگو را آورد. آیا سزاوار است مرغ سخنگو دست او باشد؟ شاه از این حرف برآشفت و به وزیرش دستور داد بروید مرغ سخنگو را پیش من بیاورید، وگرنه همه تان را می کشم. روز بعد زرین کاکل، 40 گیسو خانم، دختر پریان و مرغ سخنگو پیش پادشاه رفتند. پادشاه از مرغ سخنگو خواست تا برایش سخن بگوید، اما مرغ سخنگو حرفی نزد. شاه 3 بار تکرار کرد. مرغ سخنگو به حرف آمد و گفت من چند شرط دارم.
ابتدا باید تمام 40 همسرت و آن زنی که در زندان است و فقط نان خشک به او می دهید و آن پیرزن قابله‌ای که دور و برتان است حضور داشته باشند. آن وقت سخن خواهم گفت. در ضمن اگر در بین حرف من کسی حرف زد، من دیگر حرف نخواهم زد مگر آنکه دستور بدهید سرش را از تن جدا کنند. شاه قبول کرد. بعد همه جمع شدند. مرغ سخنگو شروع به حرف زدن کرد. درویشی بود داشت جایی می رفت. نیمی از راه را طی کرده بود که به تخت سنگی برخورد. روی تخت سنگ نوشته بود: ای درویش، نرو که عمر تو دیگر تمام است. درویش به خانه برگشت و مرد. خبر به شاه رسید که درویش فوت کرده و کسی نیست تا او را کفن و دفن کند. شاه به وزیرش دستور داد: برو او را دفن کن. وزیر دید درویش 3 دختر دارد. از آن دختران پرسید: شماها چه هنری دارید؟ دختر بزرگ گفت: من قالی می بافم که اگر شاه و همه لشکرش روی آن بنشینند باز هم گوشه از آن اضافه بیاید. دختر دوم گفت: من توی تخم مرغ می توانم پلو درست کنم که اگر شاه و لشکرش از آن بخورند باز هم مقداری اضافه بیاید. دختر سوم هم گفت: اگر ازدواج کنم 1 بار حامله می شوم و بچه های 2 قلو به دنیا می آورم، یکی به نام زرین گیسو و دیگری به نام زرین کاکل. تا این حرف را زد وزیر چیزی گفت و مرغ سخنگو خاموش ماند. سپس شاه دستور داد سر وزیر را از تن جدا کردند. آن وقت مرغ سخنگو بار دیگر شروع به صحبت کرد و گفت: بعد شاه با آن دختر عروسی کرد. دختر باردار شد و در وقت زایمان زنان حسود پادشاه به دنبال قابله پیری رفتند و از او خواستند تا بچه‌های پادشاه را از بین ببرد. آن قابله پیر هم با خود طول سگی آورد و آن را توی تشت خانم گذاشت و بعد بچه‌های خانم را توی جعبه‌ای گذاشته و به آب رودخانه سپرد. سپس به پادشاه خبر داد که زن شما طول سگ زاییده است. شاه بسیار ناراحت شد و دستور داد تا آن زن بیگناه را توی اتاقی زندانی کنند و فقط کمی نان خشک و قدری آب به او بدهند. در این وقت پیرزن قابله فوراً به حرف آمد. مرغ سخنگو خاموش ماند. شاه دستور داد سر پیرزن قابله را از تن جدا کردند. بعد مرغ سخنگو گفت: دیگر حرفی ندارم. این 2 زنی که اکنون اینجا هستند عروس شما هستند و این هم پسر شما. شاه دستور داد هر کدام از آن 40 زن بیرحم را بر روی درختی آویزان کردند و شاه هم از این که پسر و عروسهای خودش را میدید بسیار خوشحال شد و مادر زرین کاکل را هم آزاد کرد و با هم زندگی کردند. همراهان عزیز، اینم از قصه امشبمون. تا شب قصه بعدی، بدرود دوستان.